به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه کسب و کار شروع میکنیم. اسم این کتاب هستش اسرار تبلیغ نویسی که چاپ پنجمش در سال 1401 به دست من رسیده. چگونه از قدرت کلمات برای افزایش کلیک، فروش و درآمد بیشتر استفاده کنید. مهم نیست چه چیزی را به چه کسی می فروشید. نوشته جیم ادواردز و ترجمه ساسان جعفرنیا. اما این کتاب در سال 1399 توسط ناشر سخنگستر چاپ چهارمش بوده که چاپ قبلی این کتاب بوده و چاپ پنجم این کتاب در سال 1400 توسط ناشر زمان تغییر در مشهد چاپ شده. این کتاب الان به چاپ پنجم رسیده و سرفصل‌های بسیار زیبایی داره. فهرست مطالبش شامل 31 راز در حوزه تبلیغ نویسی هستش و در سخن آخر هر چیز دیگری که باید در مورد نوشتن نسخه فروش بدانید. ابتدا مقدمه از این کتاب رو میخونیم و سپس سراغ شروع کتاب میریم. با من همراه باشید. همیشه معتقد بودم که نوشتن متن تبلیغاتی دومین شغل پردرآمد در حرفه نویسندگی است. اولین شغل قطعاً یادداشت‌های باجخواهی است. نوشته فیلیپ دوزنبری. هیچ کسی با علم به اینکه چگونه بفروشد به دنیا نمی آید. من کار فروش را پس از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم شروع کردم. در 18 ماه اول پس از تحصیل از 7 شغل مختلف یا اخراج شدم یا خودم ترکشان کردم. تمام آن شغل‌ها در مورد کارمزد فروش یا کمیسیون می‌چرخیدند. در ابتدا با بدبختی تلاش می‌کردم بیمه عمر بفروشم. بعد فرم‌های عضویت تخفیف خورده برای باشگاه‌ها را فروختم. تلفن همراه فروختم، دستگاه بیسیم، پیشگامان تلفن همراه را فروختم، رژیم کاهش وزن فروختم. حتی قبل پیش فروش می‌کردم، به این معنا که در شهر هامتون ایالت ویرجینیا خانه به خانه می‌رفتم تا به افرادی که هنوز نمرده بودن قبل بفروشم. خلاصه هر چه که فکرش را بکنید من فروختم. سرانجام از این شغل به آن شغل رفتن تمام شد و کارگزار وام مسکن شدم. اتفاقی که پس از آن که به خانمی از محصولات کاهش وزن شرکت رخ افتاد. بعد از اینکه به او برنامه کاهش وزن فروختم به من گفت میدونی تو در شغل من فوق‌العاده خواهی شد. با خودم فکر کردم خب بی خیال، من که تا حالا هر شغلی را امتحان کردم. بذار ببینم این خانم چه پیشنهادی دارد. بعد از اینکه درباره شغل رهن توضیح داد گفتم خیلی خوب باشه. این هم فروش چیزی است که مردم آن را می‌خواهند و به آن نیاز دارند. وقتی مردم می‌خواهند وام مسکن بگیرند به پول نیاز دارند. این یعنی اینکه نیازی نیست سخت تلاش کنم تا به آنها پولی را بفروشم که لازم دارند، چرا که خودشان برای خرید خانه به آن نیاز دارند. تصمیم گرفتم این کار را امتحان کردم. چیزی نگذشت که فهمیدم فروش بخش سخت کار نبود، بلکه مراجعه به افراد در زمان درست بخش مشکل کار بود. اینجا بود که برای اولین بار با تبلیغ نویسی یا کپی رایتینگ آشنا شدم که در قالب نوشتن تبلیغات و دست‌نوشته هایی بودند که هنگام تماس با افراد و سوال از آنها درباره میل به دریافت وام جدید استفاده می‌کردم. این تازه شروع ماجرا بود. بعد از آن برنامه‌ای درباره اینکه چگونه هنگام دریافت وام مسکن سرمان کلاه نرود نوشتم، چون قبلا دیده بودم که بعضی از کارگزاران وام مسکن کلاه افراد را برمی‌دارند. همچنین کتابی نوشتم درباره اینکه چگونه خودمان خانه‌مان را بفروشیم. زمانی که در سال 1997 آن محصولات را به صورت آنلاین قرار دادم،
درباره آنچه اکنون به عنوان متن تبلیغاتی و تبلیغ نویسی به شکل نامه فروش، ایمیل حاوی تیزر محصولات جدید و ارسال پست مستقیم میشناسیم آموختم. وقتی تصمیم گرفتم در زمینه تبلیغ نویسی ماهر شوم، آموزش‌های مربوط به آن را پیدا کردم. از طریقی به دوره‌ای در این زمینه که فردی به نام مارلون سندرز تهیه کرده بود دست یافتم. به فایل‌های صوتی وی که درباره بخش‌های مختلف نامه فروش توضیح می‌داد گوش کردم. اینجا بود که ناگهان متوجه شدم تبلیغ نویسی فقط این نیست که کلمات را روی برگه بنویسیم و امید داشته باشیم که اثر می‌کند. تبلیغ نویسی یعنی ساختار و استراتژی. من کم کم شروع به خواندن کتاب‌هایی در این زمینه مانند کتاب تبلیغات علمی از کلود هاپکینز کردم. این کتاب با وجود اینکه کوتاه است اما دقیقاً تمام نکاتی که باید بدانیم و به خاطر بسپاریم را هدف قرار می‌دهد. هرچند که خواندن چنین کتاب‌هایی مفید است، اما یکی از بهترین کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که هر پیام تبلیغاتی که باعث می شود پول خرج کنید را نیز بخوانید. آن متنی است که باید مطالعه کنید، چرا که از لحاظ عاطفی با آن ارتباط برقرار کرده اید. بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد. جهت یادآوری باید بگویم که هیچ وقت برای کسی متن تبلیغاتی ننوشتم، فقط برای محصولات خودم. خیلی زود متوجه شدم که هیچ کسی بهتر از خودم نمیتواند محصولاتم را بفروشد. گذشته از این، وقتی آن اوایل شروع به فروش آنلاین محصولاتم کرده بودم، نمیتوانستم کسی را استخدام کنم تا برایم نامه فروش بنویسد. به همین دلیل باید خودم یاد میگرفتم چگونه آن را انجام دهم. اولین وبسایتی که راه اندازی کردم چیزی حدود 20 صفحه داشت. اصلا نمیدانستم دارم چه کار میکنم. سپس با ایده نامه فروش طولانی یک صفحه‌ای آشنا شدم. صفحه‌ای که افراد وارد آن میشوند و همینطور مطالب را تا پایین صفحه میخوانند تا در انتها به ارائه فروش بسیار بزرگی میرسند. بنابراین آن وبسایت 20 صفحه‌ای را به نامه فروش یک صفحه‌ای تبدیل کردم. حالا اگر از آن پرینت میگرفتید شاید به اندازه 10 صفحه طولانی بود، اما در وبسایت فقط یک صفحه بود. ناگهان فروشم در عرض یک شب تا 250% افزایش یافت. همان موقع بود که این ایده در ذهنم جرقه زد که هی، اگر می‌خواهی پول بیشتری در بیاوری، کلید آن نوشتن متن فروش خوب است. دریافت ترافیک بیشتری برای سایت در کار نبود، بلکه فروش بیشتر فقط به این مربوط می‌شد که چقدر خوب می‌توانستم ارائه فروشم را در دنیای وب عرضه کنم. در طول این سالها متن تبلیغاتی نوشتم که باعث درآمد بیش از 3 میلیون دلاری شده است. متن دیگر تبلیغاتی فروش 2.5 میلیون دلاری به بار آورد و دیگری به فروش بیش از 1.5 میلیون دلار از محصولی 29 دلاری منجر شد. راستی حتما می‌دانید که باید تعداد بسیار زیادی محصول 29 دلاری بفروشید تا 1.5 میلیون دلار پول درآورید. چیزی که باید به خاطر بسپارید این است: هیچ کسی بهتر از خودتان نمیتواند متن تبلیغاتی مناسب برای محصولاتتان بنویسد. شما میخواهید در صورت امکان همان شخصی باشید که متن فروش را مینویسد یا حداقل آن را ویرایش میکند، چون این شما هستید که میدانید چگونه با مخاطبش ارتباط برقرار کند. البته زمان میبرد تا نوشتن متن تبلیغاتی را اصولی و از ابتدا یاد بگیرید، اما ارزشش را دارد. فوق‌العاده است که هیچ کسی تبلیغ نویسی یا کپی رایتر میلیون دلاری به دنیا نمی آید. هیچ کسی با دانش اینکه دقیقاً از چه کلماتی باید برای متن تبلیغاتی استفاده کند به دنیا نمی آید. اما برخلاف داستان‌های تخیلی یا حتی غیر تخیلی، نوشتن متن تبلیغاتی از الگوهایی پیروی می‌کند که می‌توانید آنها را بیاموزید. می‌توانید از آن الگوهای اثبات شده متناسب با کسب و کار خود استفاده کنید تا به سرعت متنی خلق کنید که می‌فروشد. این سریع‌ترین نوع نوشتنی است که می‌توانید یاد بگیرید و همچنین پرسودترین آن.
خب با هم کتاب رو شروع میکنیم. راز اول، تبلیغ نویسی چیست؟ تبلیغ نویسی یعنی هر چیزی با هدف متقاعد کردن خواننده، بیننده یا شنونده مورد نظر است تا اقدام خاصی انجام دهد. نوشته جیم ادواردز. تعریف من هم از تبلیغ نویسی این است: نوشتن مطالب تبلیغاتی به معنای ترغیب خواننده، بیننده یا شنونده مناسب برای انجام اقدامی خاص است. جیم ادواردز. یک لحظه به این تعریف دقت کنید. شما می‌خواهید خواننده، بیننده یا شنونده‌تان اقدام خاصی انجام دهد، چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین. این اقدامات خاصی که می‌خواهید آنها انجام دهند شامل کلیک بر روی یک لینک، درخواست برای اطلاعات بیشتر، خرید چیزی یا رفتن به مرحله بعدی فرآیند فروش است. با نوشتن متن تبلیغاتی سعی دارید افراد را به سمت کلیک بر روی گزینه‌ای، پر کردن فرمی، خرید آنلاین یا ارسال پستی هل بدهید. شاید می‌خواهید که آنها تلفن را بردارند و شماره‌ای بگیرند یا به مکانی مثل فروشگاه بروند. وقتی درباره متن تبلیغاتی فکر می‌کنیم، از هر 100 مرتبه 99 مرتبه هدفمان همین است. متن تبلیغاتی می‌تواند شامل هر چیزی باشد، از آگهی 3 خطی در روزنامه تا نامه فروش 40 صفحه‌ای در وب، ویدئوهای 30 دقیقه‌ای، پست‌های فیسبوک یا اینستاگرام و هر چیز دیگری مشابه اینها می‌تواند و باید نمونه‌ای از متن تبلیغاتی در نظر گرفته شود. اگر می‌خواهید در زمینه متن تبلیغاتی ماهر شوید، منظورتان این است که می‌خواهید در اغوا کردن افراد برای کلیک بر روی لینکی، پر کردن فرم‌ها و پول خرج کردن ماهر شوید. راستی چه مهارت خوبی! با این حال نمی‌خواهید زیادی پیچیده‌اش کنید. بسیاری از افراد تبلیغ نویسی را مسئله پیچیده‌ای می‌بینند که سالها طول می‌کشد تا به آن تسلط یابند و دهه‌ها زمان می‌برد تا در آن حرفی برای گفتن داشته باشند. آنها این مهارت را در ذهنشان چنین بزرگ و پیچیده کرده‌اند. خلاصه کلام این که متن تبلیغاتی هر چیزی است که جلوی افراد می‌گذارید تا بر روی گزینه‌ای کلیک کنند، فرمی پر کنند و پول خرج کنند. وقتی اینطوری به متن تبلیغاتی نگاه کنید دیگر آنقدر ترسناک به نظر نمی‌رسد. آپولو که نمی‌خواهید هوا کنید. چه چیزی تبلیغ نویسی را از نوشته عادی جدا می‌کند؟ کمتر از آن چیزی که تصور می‌کنید. اکثر افراد فکر می‌کنند که تبلیغ نویسی نوع دیگری از تفکر و نویسندگی است. به خاطر الگوهای خاصش بسیار متمایز است. بعضی وقتها حق با این افراد است. بعضی وقتها هم کاملا در اشتباهند. بر اساس تجربه ام میگویم که بهترین تبلیغ نویسی متنی است چنان جذاب که مردم اصلا متوجه نمی‌شوند متن تبلیغاتی است. من قبلا عادت داشتم نام فروش هایی که برایم پست می شدن و به گزارشات رایگان معروف بودن را بخوانم. خنده‌دار است که فکر کنیم آن موقع ها کسی درخواست گزارش رایگان بدهد. چیزی که جز نامه فروش 10، 20 یا 30 صفحه‌ای نبود. چون عنوان آن جذاب بود، کسی آن را متن تبلیغاتی نمی‌دید، بلکه آن را فقط گزارشی رایگان می‌دانستند. وقتی مردم به چنین چیزی علاقه داشته باشند آن را می‌خوانند و اصلا به این حقیقت فکر نمی‌کنند که آن متن تبلیغاتی سعی دارد چیزی به آنها بفروشد. خب چه چیزی باعث می‌شود مردم توجهشان جلب شود؟ چه چیزی سبب می‌شود آنها متنی را بخوانند و به پیام فروش نهفته در آن فکر نکنند؟ محتوای شما ترس‌های آنها را نشانه می‌گیرد. مطابق با خواسته‌های آنها صحبت می‌کند. از واژه‌های آنها استفاده می‌کند. انگار که گفتگویی بین آنها و یک دوست یا مشاوری مورد اعتماد است. فکر می‌کنم بسیاری از افراد باور دارند که متن تبلیغاتی چیزی است که مردم را سحر می‌کند تا کاری را انجام دهند که در اصل نمی‌خواهند. واقعیت این است که مردم عاشق خریدن هستند. به همین خاطر است که تعداد زیادی قبض کارت اعتباری دارند. به همین خاطر است که همه آمازون را اولین سایت خرید هر چیزی کردند.
یک اسب قدیمی هست که میگوید مردم عاشق خریدن هستند اما از اینکه با آنها فروخته شود متنفرند. مردم زمانی چیزی را میخرند که احساس کنند با آن حالشان بهتر میشود یا کمکشان میکند به آنچه میخواهند برسند. پس باز هم چون متن تبلیغاتی از واژه‌های آشنا و راحت استفاده میکند، مثل مکالمه‌ای با یک دوست یا مشاوری مورد اعتماد است. تبلیغ نویسی خلاصه می شود در قصد و نیت. انتظار دارم پس از آنکه کسی آنچه آماده کرده ام را خواند، تماشا کرد یا گوش داد چه کاری انجام دهد. با در نظر گرفتن این مسئله در ذهن خود، متن تبلیغاتی می تواند توییت، مقاله، ویدئویی محتوایی، ویدئویی آنلاین در فیسبوک، الگوی رفتاری یا هر چیزی باشد که در مقابل مشتریان هدف قرار می دهید. شما در مقابل آنها ارزش می‌گذارید. سپس از آنها دعوت می‌کنید قدم بعدی را بردارند که همان خرید چیزی است که در هر حال می‌خواهند آن را بخرند. هنر یا علم تبلیغ نویسی چقدر در طول سالها تغییر کرده است؟ تصویر زیر چاپ مجدد از کاتالوگ فروش سیرس اند رابرک در سال 1900 است. در حقیقت سال 1970 مجددا چاپ شده. به همین خاطر روی آن $3.95 زده است. آدم‌ها از زمانی که پول را اختراع کردند مشغول خرید شدند. قبل از آن مبادله کالا به کالا بود. سبک سخن گفتن مردم تغییر کرده است. البته شاید نه به سمت بهتر شدن. کلمات رسمی که مردم استفاده می‌کنند و شیوهی که یکدیگر را خطاب می‌کنند تغییر کرده است. جا دارد که بگویم به نظرم مردم در قدیم کمی بیشتر به احساسات و چشمانداز دیگران احترام می‌گذاشتند. نه همیشه، ولی بیشتر اوقات اصول اخلاقی را رعایت می‌کردند. امروز اگر به مرکز خریدی بروید و به صحبت‌های دسته‌ای از نوجوانان که همینطور از جلوی مغازه‌ها رد می‌شوند گوش کنید، می‌بینید که اصول اخلاقی مدت هاست که پا به فرار گذاشتند. این بحث را همینجا می‌بندم. تا همینجا کافی است. طرز صحبت کردن مردم تغییر کرده است. آنها دیگر مثل قدیم نیستند. هرچند که آنها و مردمی که 200 سال پیش می‌زیستند به یک اندازه زمان در اختیار دارند، اما نسبت به آن موقع صدها گزینه بیشتر بر سر راهشان سبز می‌شود که برای جلب توجه آنها با هم می‌جنگند. مواردی مانند شبکه‌های اجتماعی، بسته‌های پستی، تلویزیون، رادیو، ابزار ارتباط جمعی مثل ارسال متن، پیام‌رسان سریع و تلفن همراه. این گزینه‌ها برای به چنگ آوردن حتی مقدار محدودی از توجه افراد با یکدیگر رقابت می‌کنند. و همین دلیل است که در پایان روز وقتی انرژیتان ته کشیده می‌گویید دیگه بریدم. به این خاطر نیست که مردم نادان یا تنبل هستند یا احمق‌تر شدند، بلکه چیزهای بیشتری نسبت به گذشته هست که باید با آنها بجنگند تا حواسشان پرت نشود. خیلی مهم است که این موضوع را هنگام نوشتن متن تبلیغاتی خود مد نظر داشته باشید. در دنیای امروز باید بتوانید حس کنجکاوی بیشتری برانگیزید تا مردم را متوقف و توجه آنها را به خود جلب کنید. به علاوه پیش از آن که بروید سر اصل مطلب نباید خیلی مقدمه چینی کنید. همسایه مجاورم مرد مسن جنوبی و فوق‌العاده باحال است. او بناست و خانه من را او ساخته است. همچنین فردی سنتی است. وقتی با او صحبت می‌کنی قبل از آن که بروی سر اصل مطلب باید 20 دقیقه خوشوپش بکنی. سلام، خانواده چطوره؟ چه خبر؟ صحبت درباره آب و هوا، سیاست، محله، این، آن و سپس نفسی تازه می‌کند و سرانجام می‌پرسد نظرت در مورد فلان موضوع چیه؟ می‌خوای چی کار کنیم؟ مردم قدیم اینجوری بودن، اما الان دیگه فرق کردن. وقتی صحبت از تبلیغ نویسی باشد باید از مقدار زیادی از آن خوشوبش‌ها بگذرید. در عوض گیرشان می‌اندازید، توجهشان را با کنجکاوی به سمت خود می‌کشید و سپس آنها را به سمتی که قصد دارید هدایت می‌کنید. چگونه تبلیغ نویسی همینطور ثابت باقی مانده است؟ مردم همان مردمی هستند که دوست دارند خرید کنند.
حتما چنین روی کردی دارید که اگر مردم فایده محصول، خدمات یا نرم افزار شما را بفهمند آن را میخرند. این وظیفه شماست که متن تبلیغاتی آماده کنید که مثل ارتباط دهنده عالی بین آنچه که شما دارید و دلیل نیاز آنها به آن باشد. این مسئولیت بر دوش شماست. مردم امید، ترس و رویا دارند. آنها همیشه امید، ترس و رویا داشتند و خواهند داشت. آنها عاشق بعضی چیزها هستند و از بعضی چیزها متنفرند. آنها نظرات خود را دارند. هرچه بهتر افرادی که در حوزه خاص کسب و کارتان هستند را درک کنید، پول بیشتری در میآورید و آنها هم خوشحال‌تر خواهند شد، چرا که با آنها ارتباط بهتری برقرار کردید. مخاطبین حوزه خاص کسب و کار خود را درک کنید. بیایید درباره حوزه خاص کسب و کار شما صحبت کنید. وقتی مردم درباره تبلیغ نویسی، نوشتن آگهی و هدفگیری صحبت می‌کنند، در حقیقت دارند درباره حوزه خاص کسب و کار خود سخن می‌گویند. اما اکثر افراد درباره تعداد صحبت می‌کنند. آنها از روانشناختی و جمعیت شناختی می‌گویند. گاهی فراموش می‌کنند که افرادی که در حوزه خاص کسب و کارشان هستند، در حقیقت همان حوزه خاص کسب و کار هستند. باید این افراد را درک کنید. این خوب است که آمار و سایر اطلاعات را بدانید، اما باید افراد، فرد یا هر یک از افراد حوزه خاص کسب و کار خود را درک کنید. وقتی درباره آواتار شما صحبت کنیم، از فرد ایدئالتان که او را فرد مینامیم نیز خواهیم گفت. بدانید که اینها افرادی هستند که آرزو، رویا و نگرانی هایی دارند. آنها دقیقاً مثل خود شما هستند. میخواهند از فرزندانشان مراقبت کنند. از آینده نگرانند. به خاطر قبض‌های کارت اعتباری خود استرس میگیرند. دوست دارند ماشین خوبی داشته باشند. میخواهند آینده عالی برای خانوادهشان فراهم کنند. تمام اینها برایشان مهم است. شما باید بدانید چه چیزی برایشان مهم است، چرا که دارید به مردم میفروشید، نه به یک حوزه خاص کسب و کار. در تبلیغ نویسی هیچ جایزه‌ای برای جایگاه دوم در نظر گرفته نشده است. متن تبلیغاتیتان یا مؤثر است یا اینکه گرسنگی میکشید. این حرف یک جورایی مثل تودهنی است. با حرف مردم که میگویند وای عجب نامه فروش فوق‌العاده‌ای، هی ویدئویی که گذاشتی را خیلی دوست داشتم، پول در نمیآورید. البته شنیدن آنها خوب است، اما متاسفانه این حرفها پول نمیشوند. شما وقتی پول در میآورید که همان کسی هستید که مردم را متقاعد میکند کلیک کنند، بخرند و مشارکت داشته باشند. تمام. نمیتوانید متن تبلیغاتیتان را الله‌بختکی آماده کنید. اینطوری نیست که کاری انجام دهید و بعد منتظر بنشینید ببینید چه میشود. شاید اثر کرد، شاید هم نکرد. خیر، اینطوری هر بار باید سعی و کوشش بسیاری بکنید. در عوض از ابزارهایی مانند سایت فانل اسکریپت که کمکتان میکنند استفاده کنید، یا از ابزارهایی مانند جادوهای من که به شما یاری میرسانند. خلاصه کلامی که باید در این مورد جدی باشید. نمیتوانید همینطوری که با بیفکری انجامش دهید، چون اگر اینطوری عمل کنید نتایج به درد نخوری گیرتان میآید. خلاصه مردم عاشق خرید کردن هستند. متن تبلیغاتی باعث می شود از شما بخرند. شاید واژه ها تغییر کرده باشند، اما هدف تبلیغ نویسی خیر. آرزوها، ترسها، رویاها و خواسته های مردم آنها را برمی‌انگیزانند تا خرید کنند. هر کسی می تواند در نوشتن متن تبلیغاتی ماهر شود. فقط نیاز به تمرین است. خب چون این کتاب خیلی طولانیه و 31 راز رو در مورد تبلیغ نویسی نوشته و من نمیتونم قطعا در این تایم کوتاه برای شما بخونم، ترجیحاً فقط رازها رو برای شما میخونم. راز دوم، ماجراهای سفر فرد در مسیر متن تبلیغاتی که راز تمام آگهی‌های مؤثر، خلق واژه‌ها و تصاویر فریبکارانه نیست، بلکه ایجاد رابطه جدید بین کلمات و تصاویر آشناست. لو برنت. بعد میاد در مورد این گزینه صحبت میکنه، ماجراهای سفر فرد در مسیر متن تبلیغاتی، و خلاصه کلام میگه هیچ کسی با دانش
نحوه نوشتن متن تبلیغاتی به دنیا نمی آید. با یادگیری نوشتن متن تبلیغاتی عالی زندگیتان تغییر می کند. آثار بزرگ مانند کتاب Scientific Advancing را بخوانید. متعهد باشید که مهارت‌های تبلیغ نویسی خود را بهبود می‌بخشید. راز سوم، بدون دلیل قوی مردم خرید نمی‌کنند. مردم بدون دلیل خرید نمی‌کنند. جیم ادواردز. اما 10 دلیل وجود داره که مردم به خاطر اونها خرید می‌کنند. یکی این که آیا دلایل دیگری هم وجود داره که بعد توضیح داده و حالا می‌خوایم ببینیم که به اون 10 دلیل برسیم که ببینیم که دلیل اول چی میتونه باشه. یه پول در بیارن، دلیل دوم پس انداز کنن، دلیل سوم در وقتشان صرفه جویی کنن، از تلاش زیاد رها شوند، رنج روحی یا بدنی را از خود دور کنن، راحتی بیشتری به دست آورن، نظافت یا بهداشت بیشتری به دست آورن تا به وضعیت سلامتی بهتری برسن، تحسین شوند، بیشتر به آنها عشق ورزیده شود، میزان محبوبیت یا جایگاه اجتماعی خود را افزایش دهند. و میریم برای اینکه من این خلاصه این راز 3 رو برای شما بخونم. خلاصه اینکه 10 دلیل خرید مردم را خوب به خاطر بسپارید. هر تعدادی که میتوانید از دلایل خرید مردم در متن تبلیغاتی خود استفاده کنید تا دست و پای مشتریان احتمالی را با آنها ببندید. در این دام نیفتید که همیشه دلیل پول درآوردن یا پس‌انداز کردن جواب می‌دهد و در انتها در استفاده از این دلایل خلاق باشید. فکر خودتان را گسترش دهید. راز 4 میگه هیچ کس در متن تبلیغاتیتان به شما اهمیت نمی‌دهد. مردم شیفته شما نیستند، آنها شیفته خودشان هستند. دیل کارنگی. اما خلاصه راز 4، تمام متن تبلیغاتی خود را درباره آنها بنویسید. مشتریان احتمالیتان و متن فروش خود را بررسی کنید و به دنبال واژه‌های من، می، ما، مان بگردید. زمانی که این واژه‌ها را پیدا کردید، زاویه دید را تغییر دهید تا همه چیز درباره آنها باشد، نه درباره شما. یاد داشته باشید مشتریان احتمالی به شما اهمیتی نمی‌دهند. آنها به این اهمیت می‌دهند که نیازهایشان برآورده شود، مشکلاتشان حل شود، ترس‌هایشان از بین برود و خواسته‌هایشان تحقق یابند. راز 5، ارزشمندترین مهارتی که تاکنون آموخته‌اید. هر محصولی ویژگی منحصر به فردی دارد و این وظیفه شماست که آن را کشف کنید. جو شوگرمن. خب بریم ببینیم که راز 5 خلاصش چی میشه که برای شما بخونم. طرز فکر تبلیغ نویسی را در هر کاری که انجام میدهید پیش بگیرید. اول از همه در نوشتن عنوان تبلیغ استاد شوید، چرا که بیشترین و سریعترین تاثیر را بر متن تبلیغاتیتان میگذارد. به آن متن تبلیغاتی که باعث شده پول خرج کنید توجه کنید، چون قطعاً متن تبلیغاتی خوبی است. هرگز از یادگیری دست نکشید، هرگز از مشاهده دست نکشید، هرگز از امتحان متن تبلیغاتی خود دست نکشید. راز 6، مهمترین بخش متن تبلیغاتی. به طور میانگین تعداد افرادی که عنوان تبلیغات را می‌خوانند 5 برابر بیشتر از افرادی است که متن آنها را می‌خوانند. دیوید اگیلوی. خب خلاصه راز 6 و کاش میشد که من همه کتاب رو برای شما بخونم که کتاب مثمر ثمری است. خلاصه این که وقت زیادی صرف آماده سازی عنوان‌های خود کنید، مخصوصاً برای متون تبلیغاتی و آگهی‌ها. این مهمترین فاکتور در تعیین موفقیت یا شکست فروشتان است. هرگز چیزی را بدون عنوان یا جمله آغازین اغوا کننده در فضای آنلاین منتشر نکنید. اگر نمی‌دانید که چه عنوانی بگذارید، حس کنجکاوی مردم را تحریک کنید. مثلا بزرگترین اشتباه افراد در نوشتن عنوان که باعث ورشکستگی آنها می‌شود. و در انتها وقتی عنوانی اثرگذار دارید، عنوان‌های جدید را در مقایسه با آن امتحان کنید تا ببینید چگونه می‌توانید نتیجه بهتری بگیرید.
برای خود من اتفاق افتاده که تا 500% افزایش فروش داشتم، آن هم فقط با تغییر عنوان. اما ما به انتهای وقتمون رسیدیم. فقط تیتر رازها رو برای شما میخونم. راز 7: هرگز نمی شود یک نسخه برای همه پیچید. راز 8: با فرد آشنا شوید، مشتری ایدئالتان. راز 9: فرمول نهایی بولت. راز 10: آنچه واقعا باعث می شود مردم خرید کنند، چیزی که شما فکر می کنید نیست. راز 11: چرا به اندازه کافی خوب بودن شما را فقیر می کند و فقیر نگه می دارد؟ راز 12: چرخ را از نو اختراع نکنید، از نسخه های عالی ایده بگیرید. راز 13: همه چیز در مورد آنهاست، نه شما. راز 14: اگر هنوز هیچ مدرکی از رضایت مشتری ندارید چه می کنید؟ راز 15: 3 فرمول فروش که هرگز شکست به بار نمی آورند. راز 16: این همه بستنی، اما چه طعمی را باید انتخاب کنم؟ راز 17: چگونه به سرعت یک نامه فروش فوق‌العاده بنویسیم. راز 18: چگونه ایمیل تبلیغاتی کشنده بنویسیم، آن هم سریع. یا میتونیم بگیم چگونه ایمیل تبلیغاتی کشنده بنویسیم، آن هم سریع. راز 19: سخت‌ترین پیشنویس اولین پیشنویس است. راز 20: آنها را تشنه‌تر کنید. راز 21: یا عاشقم باش یا از من متنفر شو، در غیر صورت پولی در کار نیست. راز 22: لعنتی، من باید آن را داشته باشم. راز 23: آن را آرایش کن. راز 24: آیا باید به دارک سایت طرف تاریک بپیوندم؟ راز 25: جمع‌بندی های زیرکانه راز فروش بدون فروش. راز 26: تفنگدار. راز 27: میز جادویی. راز 28: تنها هدف از تبلیغات آنلاین. راز 29: بدون قلاب نمیتوانید ماهی بگیرید. راز 30: پوشه ایده های تبلیغاتی خود را بسازید. و راز 31: نامه فروش خود را جلا دهید. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و پشت جلد این کتاب هم متن زیبایی نوشته شده در مورد خلاصه ای از کتاب که امیدوارم کتاب رو بگیرید و بخونید. اگر هم نتونستید که نسخه PDF یا نسخه کتاب رو در دست بگیرید، میتونید از سایت زمان تغییر نسخه صوتی این کتاب رو تهیه کنید که فکر میکنم نسخه صوتیش وجود داشته باشه و گوش بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.